الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از برادران میپرسد که سلام علیکم استاد، یک سوال: آیا کار کردن در شرکت فابرلیک حلال است یا حرام؟ خب مثل این سوال ها یک چند سوال ها آمده است که و یک چند ماه پیش هم پرسیده بودند که آیا در همین شرکت ها کار کردن یا با طریق همین شرکت ها کار کردن جایز است، حلال است یا نیست. پیش از آن که به این سوال جواب دهیم، یکی از قاعده های فقهی، یکی از قاعده های شریعت را بیان میکنیم که میگویند که علما الحکم علی الشیء فرع عن تصوره. معنای این سخن چی است؟ معنای این چنین است که برای یک چیز پیش از آن که حکم کنیم باید همون چیز رو خوب تصور کرده، درک کرده توانستن در کار. وقتی ما همون چیز رو خوب درک میکنیم، حکم ما نتیجه تصور کردن ما و درک و فهمیدن ما است. تا ما اون چیز رو خوب نفهمیم با اون حکم کردن نمیتوانیم. درست است، درست نیست، جایز است یا حلال است یا حرام است، بعد فهمیدن میشود. بنابراین بیایید همین شرکت هایی که بمانند فابرلیک است یا اینکه اریفلیم است یا یک چند همین شرکت هایی که هست، آنها رو از سایت های خودشون و آنچه که خودشون میگویند میفهمیم، میبینیم، سپس حکم میکنیم و چون این شرکت ها رو و نظام این شرکت ها رو CTO مارکتینگ میگویند یا اینکه با زبان تاجیکی مارکتینگ شبکه‌ای یا اینکه MLM میگویند یا مارکتینگ بسیار سطحی. خب CTO مارکتینگ یا مارکتینگ شبکه‌ای یا مارکتینگ بسیار سطحی چگونه است؟ بیایید میفهمیم. مارکتینگ بسیار سطحی معنایش این است که یک نفر به همان شرکت داخل می شود و در زیر خود باز یک چند نفرها را جلب می کند، می بیارند که آنها را در شرکت کنسولتانت می گویند و آهسته آهسته درجه به درجه، زینه به زینه آنها بلند می شود، درجه آنها در شرکت و فایده که در زیر خودش هست. یک نفر وارد می شود و در زیر خود باز یک چند نفر کنسولتانت ها را، مشاورها را جمع می کند یا فروشنده ها را جمع می کند در زیر خودش و از آنها نیز فایده به شخص اول می رود. خب این مارکتینگ شبکه‌ای است. خب بعضی نفرها میگویند که همین فابرلیکچی ها یا آنهایی که در همین شرکت ها کار میکنند فریب میدهند، بسیار مردم را فریب میدهند و مردم فریب زیاد است. بیایید دوستان عزیز، یک شرکتی که به مانند فابرلیک است که سرمایه گذاری آن یا کپیتال عبارات سالانه آن زیاده از 20 میلیارد روبل است، بیایید از خود شرکت ببینیم و نظام کاری اش را و شرط هایش را از خود شرکت میبینیم که ببینید دوستان عزیز، اولین شرطی که برای آن نفری که میخواهد با این شرکت کار کند، اولین شرطش را برای شما من از خود سایتش در آمده میخونم. با زبان روسی است، البته اکثریت ما و شما زبان روسی رو میفهمیم و همچنین با زبان تاجیکی نیز شرح میدهیم. Аввалин шарташ чунин аст: консультант должен уважать систему прямых продаж и не реализовать продукцию Faberlic через розничные торговые точки. Субханаллах. Аввалин шартро бубинед. Шарташ ин аст ки инсоне ки бо ин ширкат кор мекунад, маҳсулоте ки аз ин ширкат барои фурӯш мегиред, шумо ҳақ надоред ки дар як нуқтаи савдо онро фурӯшед. шумо бояд برای خود یک فروشنده دیگر یابید. یعنی شما به شرکت باید چیکار کنید؟ مشاورهای دیگر یا فروشنده های دیگر را باید چیکار کنید؟ جلب کنید. و اگر شرکت شما رو ببیند که شما در یک مثلا دکان یا مغازه گشاده محصولات این شرکت را مثلا فابرلیک را شما میفروشید، اگر یکم بار شما رو ببیند یا دستگیر کند، 50% درآمد شما را قطع میکند. اگر دویم مراتبه شود 100% درآمد شما رو میگیرد و اگر سیوم مراتبه شود با شما پوره شرط و شروط و عقدنامه را میشکند و میبندد و دیگر شما کار کردن نمیتوانید.
یعنی اولین شرطش علاقه با شریعت چی شده ایستاده است؟ ضد شده ایستاده است که فروشنده باید آزاد باشد، نه اینکه برای شما گوید که شما نمیتوانید در یک نقطه سودا فروش کرده توانید. بیایید باز یک شرط دیگرش را ببینیم از خود سایت همین شرکت ها. چنانی که گفتیم این شرکت بسیار سطحی است، سیتی وای مارکتینگ است، یعنی بسیار سطحی، طبقه است. فایده هایی که پایان یک نفری دوم درجه یا سوم درجه فایده میبینه به انسان اول از همون فایده گرفته داده میشود. حالا اینکه شخص اول یگان زحمت یگان کاری نکرده است تا اینکه این نفر فایده گیرد. بیایید شرط دیگرش میگوید که کانسولتانت پیروی لینی و کانسولتانت فترای لینی. کانسولتانت یا مشاور یکم لینی این که است همون نفری که شخص اول او را آورده است. خب دوم لینیش کدام است؟ دوم لینی тот, кого привели в компанию ваши консультанты первого уровня. Аллакай ман наовардам ба ширкат, як нафаре ки ман оварда будам, ҳамон нафар дигар нафарро ба ширкат биёрад, аллакай аз фоидаи ӯ ба ман мерасад. яъне ман ягон заҳмат намекашам, чӣ мешавад? аз ӯ ман чӣ кор мекунам? фоида мебарам ки ин аллакай мувофиқи шариат дуруст нест. ман ҳар он чизе ки худам заҳмат мекашаму кор мекунам باید فایده گیرم. اما نفرهایی که پایان هستند آنها باید خودشون گیرن، اما شرکت میگیرد از فایده آنها به من هم میدهد. خب این را باز در پونکت اسناو وید دخود راه های درآمد را بیان کرده، در خودی سایتش بیان میکند که دخود یکمین دخود یا یکمین فایده که ما به دست میبیاریم دخود отличных продаж. درست است، من چقدر میفروشم فایده میگیرم. خب دومش چی؟ دخود ات سترکتور. دخود یعنی فایده ای که از همون زیر دستان من هست، من از همون فایده میگیرم. هر نفری که پایان میرود از همون هم من چیکار میکنم؟ فایده میگیرم. و همچنین دیرکترنی بونوس، وقتی یک چند نفر زیاد میشود دیرکترنی بونوس گفته ایستاده برای یک نفر اول بالا بوده باز چیکار میکنن؟ باز یک بونوس دیگر، باز یک فایده دیگر برایش جدا میکنن. خب دوستان عزیز، مقصد ما پیش راهی پول کار کنی شما رو گرفتن نیست. یگان نفری که از اهل علم باشد مقصدش لقمه حلال شما رو باز داشتن نیست. دوستان عزیز، مقصد ما و شما لقمه حلال به دست بیارید. من نمیخوام که یک چیز اگر حلال باشد قصداً برای شما او را نعوذ بالله از پیش خودم حرام گویم. یعنی همین نظام سیتی‌های مارکتینگ یا مارکتینگ شبکه‌ای تمام مفتیات دولت‌های معتبر را جستجو کردم و هر دانشمند و علمای بزرگی که در ساحه اقتصاد اسلامی فتوا میدهند فتواهای آنها را جستجو کردم. از جمله پروفسور علی قرداغی یکی از نفرهایی که در اقتصاد اسلامی خیلی دانشمند بزرگ هستند و همچنین پروفسور دکتر شیخ صلاح الصاوی که در اقتصاد اسلامی خیلی دانشمند بزرگ هستند و همچنین مفتیات سعودی، شورای علمای کبار العلمای سعودی و همچنین دارالافتای مصری و سودان و مفتیات یاردانیا، اردن، همه اینها قطعاً این نظام کار کردن را حرام میگویند. فتوا در شبکه ها و سایت هایشان هست، هم کبار علمای سعودی و هم دارالافتای مصری و هم مفتیات سودان، مجمع فقه سودان و همچنین دارالافتای اردن و همچنین این علمای بزرگی که ذکر کردم، همه آنها چنین نظام را، نظام مارکتینگ شبکه‌ای را حرام میگویند. بنابراین دوستان عزیز، از همین لحظه که شما این فتوا را شنیدید بسیار آگاه باشید و اگر شما در این شرکت ها کار و فعالیت کرده ایستاده باشید از این خواهش میکنیم دست کشید و دوری جویید، زیرا اینکه لقمه ما و شما باید که چنانه که ما و شما میدونیم حلال باشد. فرزندان خود را ما و شما سبحان الله باید
لقمه آنها حلال باشد، تا اینکه تربیه آنها خوب باشد. دوستان عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یک مرد رو میگویند که بسیار دعا میکند، زاری و تولع و التجا میکند به پروردگار، اما دعایش چی؟ اجابت نمیشود. سبب در چی است؟ علت در چی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن فانا یستجاب له، چگونه به او دعایش اجابت شود؟ در حالی که غذی بالحرام، غذای او یعنی رزق او از حرام است، غذایش حرام است، لباسش و ملبسه حرام و لباسش حرام است. هر آن چیزی که کسب مال میکند از طریق چی است؟ حرام است. بنابراین خیلی در مسئله رزق و روزی و کسبمون ما باید جدی اهمیت دهیم که از طریق چی باشد؟ حلال باشد. الله حق سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که الله همیشه لقمه ما و شما را و کسب ما و شما را حلال بگرداند و از یک ذره حرام در آمدن بر کسب ما و شما، بر لقمه حلال ما و شما، الله حق سبحانه و تعالی یک ذره حرام را از ما و شما دور بگرداند. الله نگهبانتان باشد.